عبارت از سوال و جواب بود. الحالم که باشد من برای شما شاید یک جمعه یا دو جمعه با جمعه آینده سوال جواب میکنم، بعدا میگذاریم باز به قصه های سیوم یار پیغمبر حضرت عثمان رضی الله عنه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. این سوال جمعه گذشته آمده است. السلام علیکم بابای حاجی، با این سوال من جواب گویید. ما نتوانستیم که این سوال را با یگان معنای دیگر به شما فهمانیم، زیرا که این زن به طرف شوهرش چنان سخنهایی میگوید که تو فلان و بیمدان. اگر زن با شوهر با یگان مسئله زندگی جنجال کند، با شوهر با وی سیاست کند، زیرا این مرد هست شوهر او می باشد، بالای وی حق دارد و در وقت غضب هر گونه گپ‌ها را گوید و زن حق دارد که از جای خیسته طرف شوهرش گوید که من تو را چوب میزنم، تو فلانی و حرامی و دست درازی و دیگر. طول 10 سال هست که این مرد با این زن زندگی دارد. هر وقتا که آنها گپ گریزی کنند، قریب در همه این زن همین گپ ها را میگوید طرف شوهرش. آنها صاحب 3 فرزند می باشد. این زن چه حکم دارد در اسلام؟ التماس پرتر جواب گویید. دویم سوال من این است. من میدانم شما تفسیر کننده شعرها نیستید و از شما بسیار خواهش میکنم که من معنای این شعر را نفهمیدم، میخواهم که از زبان شما شنوم. از شما بخشش میپرسم، التماس شعر نوشتگی مرا فهمانید. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. عمر خیام. بسیار التماس میکنم پرتر جواب گوید که جواب شما را انتظارم. و همه سوالمون پر است. هر سوالی دادیم پر جواب شد. ما با 3 سوال از جمعه را خاتمه میبخشیم، ولی هم پر نیست. معنای شعرش ضرورت ندارد، خیلی میلش انشاءالله. من یک موضوع تقدیر دارم، ولی درباره تقدیر گپ میزنم. تقدیر نیکی و بدی از خدا هست. سوال بیشمار است. برای چی یک کس عرق می نوشد و باز میگوید که خیلی خدا ما را به همین راه برده است؟ همین چی جواب دارد؟ انشاءالله من برای شما با جوابهای خیلی خوب، آن چیزی که قرآن میگوید، حدیث میگوید، تیار کرده ایستادم. موعظه دارم، تیار کردنش کاری آسان نیست. همه او را جا بجا کردن در کار. مثل همون این شعرم بعضی نازکی ها دارد. خدا خواسته باشد خیلی بعدا جواب میگویم، برای وقت کم است. سوال یکم. معلوم شد زندگی ناآرام بین زن و شوهر، نافرمانی زن نسبت شوهر، دست درازی، زبان درازی، بد گفتن از جانب زن و شوهر. همین ها را فهمانده دیگه گفته است. برادری عزیز و گرامی، ما یک جمعه پیش اطراف این علاقه صحبت ها داشتیم. شما میتونین که از طریق کسیته ها این جواب گیریم که نسبت زن و شوهر یک کسیته پر را که 3 سوال بود من برای شما جواب گردانیدم. همین قدر گفتنی هستم. گفتی همون حضرت سعدی که آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن از جوابش که جوابش ندهی. دادرای عزیز، نصیحت من، فهماندن من
فقط حجت من قرآن و حدیث است، دیگر چیزی ندارم و این بهترین حجت است، بهترین توصیه نصیحت از روی قرآن و حدیث است. اینها را هر روز گفته ایستاده ایم. مادامی که گوش نه اندازند من چیکار کرده میتونم؟ وقتی آیت قرآن را گوش میکند پروانه دارد، حدیث پیغمبر خدا را گوش می اندازد اهمیت نمیدهد، چیکار کنیم؟ دیگر از این دلیل قویتر، از این بالاتر دیگر نصیحت هست نیست. فقط یک چیز خواهان هستم، خدا کند که در دل این زن یا در دل این مرد خدا هیبت خودش را، ترس خودش را جای کند و از روی دستورات قرآنی برنامه های زندگیشون را پیش برند. برای کی در کار است همین زندگی ناآرام؟ برای کی در کار است؟ برای کدام مرد و زن لازم است که همین روز دراز در بین آنها دشنام باشد، کشماکش باشد، ناآرامی باشد؟ برای هیچ کس در کار نیست. برای چی ما زندگی های پیغمبر خدا را برای خودمان در خاندانمان جاری نمی سازیم؟ ای برادرای عزیز، ای خواهرای مهربان، برای چی؟ و چرا حضرت انس میگوید 10 ساله که آب طهارت به پیغمبر دادم، بار در خانه پیغمبر خدا صدای دشنام نبرآمد. بار یکدیگر حتی یک سخن پسترین، حتی دشنام و قبیح و حتی سخنی سخت نگفتم. برای چی نگفتم؟ آخر حیات پیغمبر برای ما باید عبرت باشد. این یک سبب دارد مردم از قرآن و حدیث دور شدند. از همه سبب اساسش هم همین است که مردم از قرآن و از حدیث دور شدند. یگانه چیزی که زندگی شما را خوب میکند، آرام میکند، اجرا کردن سخن خدا و پیغمبر است. من میدانم اینجا جوانایی که الحال جمعه میخوانیم، اکثریت تو نه پدرش میماند، نه مادرش میماند، نه خواهرش میماند، همگیش تو دشنام میدی. من نمیدانم این چی غیرت است؟ آیا این جوانی است؟ جمعه میخوانی، برای چی آمدی؟ برای که سفارش خداست؟ برای احترام زنم سفارش خدا و عاشرهن بالمعروف آمده است. حبیب خدا اللهم اینی احرج حق الضعیفین الیتیم و المرأة گفت. خدایا، پیغمبر دعا شدیم روز قیامت بالای 2 نفر دعواگر هستم. الله، من نمیخواهم این 2 نفر وارد جنت شود. دعوا میکنم بالا اینها، حق دعوا دارم. کی؟ الیتیم و المرأة، آن کسی که حق یتیم میخورد، آن کسی که حق یتیم پایمال میکند و آن کسی که بالای زن ظلم میکند، آن کسی که زنها را زیر تحقیر و دشنام قرار میدهند. من بالای اینها گفت دعوا دارم، اینها را من گناهگار میشمارم. خدایا گفت. و سخن پیغمبر تا گوش نمیکنی. اگه فکر میکنی تو مردک هستی و دیگران مردک نیست، تو فکر میکنی تو غیرت داری و حضرت عمر غیرت نداشت. حضرت عمر از سایه شیطان میگریخت، ولی شیطان قطعی تو هست همیشه، او را از سایهش میگریخت. لیکن در سخنرانی صبر میکرد. عکسی خواهری عزیز، و تو 5 وقت نماز خوانی اگر، یا خواهری عزیز تو روزه میگیری، تو دعوای مسلمانی داری و تو شوهر از همه بزرگترین انسان به سوی تو در اولین زینه شوهر میستد. اگر تو پروازی شوی از نماز بسیاره در آسمان، اگر جای نماز تا پرتافته نماز خوانی، اگر تو در شوهر اگر قهر و غضب داشته باشی، قسم به خدا این جای نماز هم دردی سرده نماز هم قدر ندارد. این سخن خدا و پیغمبر است.
حبیب خدا میگه سه طایفه عبادتشان یک وجب از بالای سرشان بالا نمی رود. یک وجب بالا نرفتن چی معنی دارد؟ قبول خدا نمی شود. یکم کی است؟ من ام قوما و هم له کارهون. یکم آدمی بی سواده که در محراب نماز مردم میخواند، صدقه محرابش کند، بی سواد است، بی علم است، نمیگذارد که آدمی با علم پیش درآید و از پس نماز خواند، برای که گویند که من امام خطیب هستم، من ملای محله هستم، من ملای مسجد هستم. این به این خاطر حبیب خدا گفت عبادت ها یک وجب از سرت بالا نمی رود. نه این سلت فایدت میکنه، نه جیلت فایدت میکنه تا زمانی که در محراب ایستاده و خدمت مسلمان ها را نکنی، خدمت اسلام را نکنی. تو از پشت اسلام عزت داری، از پشت اسلام مردک خانش میبرد، نانت میتد، پولت میتد، آبت میتد، که اسلام پشتیبانی میکنی؟ که با نماز خواندن تو پیش در آمدن تو را جنت میبرد. برای چی اینها را من میگم؟ برای که نزد من خودم خبرها دارم در کدام مسجدها پیشواها چیها میگویند، پیشواها چیها گفته ایستند، پیشوا هستند. عبادت یک وجب از سرت بالا. دویم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دویم زنی که در یک خانه زندگی دارن و شوهر بالای و غضب دارد، شوهر از اون نارضا است. روزه مریم میگیری، روزه ماه رجب میگیری، اگر به عدد تمام ستاره ها روزدار باشی، عبادت در نزد خدا قدر و قیمت ندارد تا زمان شوهر از تو راضی نباشد. سخن پیغمبر است، به خدا قسم یگان جمله از خودم در همین جا علاوه نمیکنید. چیزی میگویم شما بعد نمازم از من پرسید، در راست هر یک جمله یک حدیث نگفتم، به خدا قسم من گفتی همون بچه ها که نام میگردانه. چه عبادتی چه معنی دارد؟ و دوستی نزدیکترین هم شوهرت است. در همه سختی ها هم شوهر در کار می شود. احترام کن، گپی گنده نکو، یکان سخنی بد و قبیح نکو، احترام کن شوهرت، به قدر شوهرت برد. تمام گپگردانی میکنی، زبان درازی میکنی، پیشگاه خدا در فردا جواب میگویی. به این خاطر دادر عزیز همان کسیته های پیش تماشا کنیم، گوش اندازیم، اطراف اینها من گفتگی هستم. دیگر در اطراف همینان ننویسیم برادرای عزیز، زیاد شده است. من میدانم خیلی همه بیچاره درد دل دارند، خواه زنها درد دل دارند از پشت مردها، خواه مردهاش از پشت زنها درد دل دارند. لیکن برای همین شما بس است همین قدر گوش کردن، همین قفه، همین خلاصه که احترام کنید، به قدر یکدیگر تان رسید، دشنام نکنید. زنی خوب است چیکار کنیم؟ خیلی خدا نتتون چیکار کنیم؟ خوب است زنی خوب، به هر چیزی خوب است. در عمرت کسل نمیشه تا اگر خدا یگان بیماری را بالات نیارد. رسول اکرم گفتن من سعادت ابن آدم ثلاث، در بعض روایت 4 آمده است. خوشبخترین مرد دارای 3 چیز است، بعضیا دارای 4 چیز گفتن. یکی زن خوب، دوم خانه خوب، سوم سواره خوب، در بعض روایت 4مش همسایه خوب آمده است. کسی همین 4 چیز داشته باشد خوشبخترین مرد است. خوشبخترین کدام داری، خوش به حالت بدلت خرسان شد. کامت که نداری اکو دعا کن که خدا از همینا اگر با نصیبت کنه تو از جمله خوشبخترین مردکا هستی. ماشین خوب، خانه خوب، زن خوب، همسایه خوب، این 4 چیز. این حدیث پیغمبر است. در دیگر حدیث پیغمبر گفت من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه فی شطر دینی فلیتق الله فی شطر الباقی.
روایت طبرانی هست. حبیب خدا گفت کدام مردی را که خدا اگر زنی خوب داد نصف دینش کامل شد، پس در نصف دین دیگر خودت کوشش کن. آزی خیلی آدم خدا داد در کار که زنی خوب بیاید. خدا رحمتشان کنه، خدا خوبشان کنه، خدا نیکشان کنه. خوب باشن انشاءالله این هم آرامی شما هست، هم آبادی جمعیت است. گندشان کند البته خانه هم ناآرام، مردک هم ناآرام، خودش هم ناآرام، فرزندا هم ناآرام. خیلی بدبختی های زیاد دارد. افسوس که این مادرای ما اطراف همین حیات حضرت فاطمه را تماشا کنیم. چه حیاتی خوشرو داشت، چه حیاتی زیبا داشت. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. محمد اقبال لاهوری میگد، اما در عزیز میگد همه چشم و هوش نمیگد زندگی فاطمه را کتاب شو بخوان. کتابی که فاطمه حیات او را کتاب کردن، حیات شو بخوان، از حیات او درس بگی تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو خدمتگار شوی، رنگ فاطمه شوی، مثل فاطمه شوی، از شکم تو حسین به دنیا می آید، از شکم تو حسن به دنیا می آید. ای خدای، این در همو مردهای پیشم بود. برادرای عزیز غمگین نباشین، فقط دعا کنین، شبها خیزین، نمازهای تهجد. این زنی بدم داشتن یک طرفش خوبه که با خدا پاداشت میته، ای همه طرف اگر با خدا بتد با کم کم مست میشه. یک طرف با مثال یک زنکی گنده های، یگان رفیقی گنده های، یگان دشمن بود بالای سر میمانه، به خاطر حکمت خدا هست ایمون طرف را پاداش دادن بگیره، اجر دادن بگیره. برای همین انشاءالله من باوری دارم که تا او اندازه زنهای گنده که در کتاب ها بعضی وقت میخوانیم، تا او اندازه انشاءالله امروز فکر میکنم وجود نداره. به هر حالم باشد دادرای عزیز، در کدام تو اگر زنی گنده باشد، اولا دعا کن که خدا فعل اخلاقش دیگرگون کنه. اگر قوتت نرسید، محتاج نصیحت باشه، من برادر تو می روز دعوت که میریم نصیحتش میکنیم، میریم نصیحت میکنیم به خاطر خدا، به خاطر رسول خدا، به خاطر تو برادر مسلمان. من خودم شخصا همراه تو میرم دعوتش میکنیم، خبرش میتیم انشاءالله شاید نیک شود. زیرا غم شما غم ما هست به خدا، خرسندی شما خرسندی ما هست. نمیخواهم که جوانها آمده در پیش من گریه کنند. والله که در پیش من جوانها گریه میکنند. جوانم نیست، قریب 30 ساله، 40 ساله، 45 ساله مردک با آب چشم گپ میزند از زیان و ضرر زنش. من بچه او میشم، من دادر او میشم، به خدا طاقت نمیکنم آب چشم او را میبینم. السلام علیکم حاجی محترم. خداوند زبانت را باز شیرین تر گرداند و سخنانت را باز تأثیر کننده گرداند. اگر در پیشگاه خدا با این سخنم گناهکار نشوم، از پدر و مادرم دیده تو را دوست می‌دارم، زیرا هزارها کس از صحبتتان راهی درست یافتند. داملای عزیز سوال دارم. من یک زن که خود را مسلمان حساب می‌کند میگوید که الحمدلله مسلمانم، لیکن میگوید از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم، از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. آیا این چه حکم داره؟ از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم و از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. و هیچ مرد بیریش نیست کو، همه مرد ریش داره. شاید این خواهر ما دیدن اینجا بعض موی سفیدای بیریشه به همین خاطر گفته باشه. همینا را ما فکر میکنم این خواهر عزیز نخواه که تا این اندازه به عقل باشه. همین شخصایی که علاقه زمان ریشمانیشون آمده است ریش نمیمانند،
شاید همه ها را دیده باشه و گفته باشه همین ها را من بد میبینم، مقصد سخن پیغمبر را اجرا نمیکند. شاید این معنا را داشته باشد، من چی میدانم. من خواهر را ندیده باشم، مادر را ندیده باشم. و این چنین گفته است که از بین زنها زنهای بی سطر را بد میبینم، زن سطر دارنی. اللهم صل علی محمد. اگر نافهمیده گفته باشه، نافهمیده از روی جهل گفته باشه، توبه کنه خدا میبخشش. از روی دشمنی گفته باشد، از روی بدبینی گفته باشد، دانسته گفته باشد، از دین بیرون شده است، از سر تجدید ایمان کند، اولین کار میکنه نکاحش از سر کند. اگر دیده و دانسته گفته باشد که ریشدار را بد میبینم، سطردار را بد میبینم، معلوم این است که تو با خدا جنجال داری، با پیغمبر جنجال داری. زیرا پیغمبر ما ریش داشتند، زیرا عایشه مادر ما سطر داشتند. معنای گپ این است که من محمد را بد میبینم، نعوذ بالله. من عایشه را بد میبینم، نعوذ بالله. زیرا صاحب ریش این بود، صاحب سطر وی بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، صدق الله العظیم. خدا میگوید ای پیروای قرآن، ای بنده های خدا، طرز لباس پوشی را از معلمتان محمد آموزین، طرز سخنرانی را از معلم بشریت محمد آموزین، طرز خوراک خوری را از محمد آموزین، طرز رفتار و طرز گفتار و همه آداب از محمد آموزین. هر چیزی که محمد آورد و ما اتاکم الرسول فخذوه، چیزی که آورد قبولش کنید. چی آورد؟ آیا منه پیغمبری خدا ریش نداشتن؟ ریش داشتن. آیا در منه حضرت ابوبکر که شما آب چشمتان در کیسه های ایشان میریزد، منه او ریش نداشت؟ آیا در منه حضرت عمر رضی الله عنه که لو کان بعد نبی لکان عمر، پیغمبر گفت بعد من پیغمبری خاتمه نمیشد، هر آینه عمر پیغمبر بود. آیا منه او ریش نداشت؟ حضرت عثمان وصف ریشش میگوید پیشای برش همه را محکم میکرد ریش حضرت عثمان. وقتی کله مبارک بریدن خونها با قد ریش برید. ریش داشتن. حضرت علی ریش داشتن. دوستای خدا صاحب ریش بودن. برای چی بد میبینید؟ آیا چی جای بد دیدن است؟ چی جای بد دیدن؟ و تو مرد را بد ببین که وی زیناکار است، وی حرامخور است، وی خدمت خدا و پیغمبر نمیکنه، تو وی بد ببین. من میگم آفرین مادر، خوش به حالت. آخه ریش چی جای زیبایی دارد که ما را چی مجبور کرده است؟ سخن پیغمبری خدا، سخن خدا و الهی زیبایی دارد، و الهی زیبایی دارد. من نمیگم زیبایی ندارد، زیرا پیغمبری خدا گفت زینت مرد ریش است. خداوند در قرآن میگوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الله میفرماید اگر کسی دعوا کند که الله را دوست می‌دارم، پیرو پیغمبر من محمد شود صلی الله علیه و سلم، پیرو پیغمبرم شود. وقتی پیرو پیغمبری من شد، دوستش می‌دارم. الله میگوید گناهاش مغفرت میکنه.
دادرای عزیز، مادر عزیز، آیا چی جمله هست؟ این جمله از روی دشمنی و از روی قصدن بدبینی باشد، اثر تجدید ایمان کن، اثر کلمه عرضه کن، اثر نکاح کن. حیفی همون گریه های پیغمبر، حیفی همون مهنت های پیغمبر، حیف، هزارها حیف که برای ما امت گناهگار، برای ما امتهای در گناه آلوده، حضرت نه بالشت خوب داشتند، نه کرپچه ملایم داشتند، نه خانه گرم داشتند، شبان روزن عبادت گریه در حق امت. امروز امت میگوید ما ریش بعد میبینیم، برای که پیغمبر ریش داشتن. همون پیغمبری که دست برداشت و گفت اللهم امتی امتی و بکا، همون پیغمبری که باری خدایا امتم گریه کردن، نام امتم میگرفت، حضرت گریه سرازیر میشد. قدر غمخوار بودن، اینقدر دوست میداشتن. وقتی حبیب خدا در گریه میگد داده شدن، الله جبرائیل گفت یا جبريل اذهب الى محمد و ربك اعلم فسله ما يبكيك. این حدیثی صحیح است. الله جبرائیل گفت جبرائیل پایان شو، حبیب من محمد گریه دارد، من میدانم که او چرا گریه میکند، لیکن پرسان که وی را برای چی گریه میکند. وقتی جبرائیل آمد پرسید، حبیب خدا گفت الله میداند من برای چی گریه میکنم، رو برای خداوند خبر ده. وقتی رفت خبر داد که الله محمد برای امتش گریه میکند، الله چی گفت؟ چی بشارت داد؟ رو برای محمد بگو این سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، این سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. رو برای محمد خبر بده که من که پروردگار عالمیان هستم، حتمی پیغمبر روز قیامت راضی میگردانم و امت او را فراموش نمیکنم. امت پیغمبر را فراموش نمیکنم. با دعای پیغمبر الله ما را فراموش نمیسازد. ما امروز دشمن سنت پیغمبر هستیم. ما امروز قدردانی آب چشم پیغمبر را نمیکنیم. بی رحمانه علیه سنت پیغمبر خدا مبارزه میکنیم. از خدا بترس. به خدا قسم در پیش یک مصیبت وزنین برای تو جان کندن است. الله دانا هست که ایمان تو را شیطان غارت میکند. از خدا ترسیدن در کار، فکر آخرت کردن در کار. کسی که میگوید زن را به خاطر سترش بد میبینم، معنا چی؟ معنا این است یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. برادر عزیز، آیت 58 سوره احزاب خوان. امروز قرآن‌های کریلیکی برآمدند. سوره احزاب هوی کن، آیت 58 خوان. پیغمبر الله از بالای آسمان سفارش میده. پیغمبر برای زنها، برای دخترها، برای تمام زنهای مسلمان سفارش خدا را به گوشان برسان. این سفارش بود. چی سفارش؟ یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا یؤذین. به گوش مردم برسان که الله به آنها سفارش میدهد اینکه
گردنهاشون پوشانند، بالای سرهاشون پوشانند، پایهاشون پوشانند، دستهاشون پوشانند. این موضع هایی که شهوت کس را بیدار میکند فقط برای شوهرهاشون حلال است و خلاص. سفارش خدا هست. زنهای بنی تمیم نزد عایشه آمدن مادرمان، لباسهای شفاف داشتند، لباسهای تنوک داشتند. این منزله که امروز میپوشند را به سوی خدا پناه طلب کردن در کار. شفاف بود، بدنهاشان شاید نمیتافت، فقط تنوک بود. حضرت عایشه مادرمان این لباس از چی گفت؟ این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثیاب المؤمنات. مادرای عزیز گفت اگر شما دعوای مؤمنین مسلمانی داشته باشین، این لباسی در بر کردین، این لباسی مسلمان نیست. گفت سخن عایشه است مادر عزیز، سخن مادر ما. جنسی زن بود، تازه عروسه نزد حضرت مادر من عایشه آمدن. و هم شاید یگان لباسی ناجور داشت، خوب داشت، عایشه دیدن برابر ناراحت میشد. چی گفتن؟ لم تؤمن بصورت نور من تلبس هذا. این لباس کسی می پوشد که از سوره مبارکه نور درکدار نیست. سوره مبارکه نور خوانید. و سخنهای خدا هست، سخنهای پیغمبر است. و این خاطر این مادر کسی که باشد، اینقدر گفتنی هستم، قصدن گفته باشد، از روی دشمنی گفته باشد، باز میگویم از نو ایمان بیار، نکاح نو کن. لیکن اگر نافهمیده گفته باشد، از روی جهل گفته باشد، توبه کند به سوی خدا، خدا میبخشد. خب یک سوال دیگر میخوانیم. سلام علیکم اکای حاجی مرزا، میبخشید با همین سوال من جواب گردانید. در ماه شوال روزه گرفتن چه خاصیت دارد؟ بعضیا میگویند که گرفتن ثواب است، بعضیا میگویند که هیچ ثوابی ندارد. کسی از ماه شوال 6 روز روزه میگیرد، همچنان است که 1 سال در پیشگاه خدا روزه دار است. ماه شوال این بعد رمضان است که گذشت. خب دویم سوال، برای زن خواندن نماز راست یا شیشته درست می باشد؟ نه، نشسته نماز خواندن زن کلا نادرست است، فاسد کننده نماز است. نمازش در پیش خدا هیچ قدر و قبولیت ندارد. کدام زنی که نشسته نماز میخواند، نماز باید راستا خوانده شود. خب در ماه شریف رمضان وقتی که زن حیض میبیند روزه قرض میشود یا نماز؟ البته این روزه قرض میشود، نماز قرض نمیشود. یعنی کدام زنی که در ماه مبارک بیمار میشود، آخر رمضان ده وای چی هست، وای از روزه میدارد و از نمازهای فوت شده هیچ کدامش دیگر قضا نمیخواند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من برای شما 2 سوال دارم. یکم سوال، التماس شرط و ضرور است. همین جمعه سوال جواب گویید. از قفای ملایی که زنش را سر داده است، از قفای همین خیل ملا نماز خواندن درست است؟ التماس بابای حاجی جوابش را همین جمعه گویید. درست است. از پس همان ملایی که زنش را سر داده است و بعدا با نکاح کرده و گرفته باشد درست است. خب لیکن ملا باشد، باز میگویم لیکن ملا باشد، مثلا علم داشته باشد، قرائت داشته باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، اصلا همون نام ملاگیر ارزنده باشد. خب درست است. از پس نماز خوانه، نماز شما را خدا قبول میکنه. یه هر کاری کرده از خودش جوابگر از پیش خدا ده. دویم، اما من پایش درد میکند، اما پایش آب رسد زلال میکند. خب اگر محض کشد درست است یا نه؟ بله درست است. اگر هر یک عضو ده که آب رسانیدن ضرر میرسانیدگی باشد، اون عضو محض میکشند
و اون در آب غرق نمی‌سازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من سوالهای باقی را جمعه آینده برای شما جواب میگویم و خدا خواسته باشد از آیندهش باز از قصه های حضرت عثمان یار سیوم پیغمبر برای شما ان شاء الله صحبت میکنم. الحال باشد وقتم تمام شد. بعد نماز جمعه اینجا یک جنازه را آوردن، خیلی جوان هست، همگی از حیاتش 20 سال گذشته است. تقدیر الهی بوده است، رازگی خدا بوده است، قسمت که در صدمه روبرو می شود. جوانی با عبادت بودن، جوانی بودن که گویم عاشق و مخلص همین مسجد بودن. اینجا گاه اذان می دادن، گاه وقتا اینجا در درسگیری هم می آمدن، الحال که در دوشنبه تحصیل می کردن همونجا. آدمی خوب، رسول اکرم می گوید من تو را دوست می دارم و تو از جمله نزدیکترین شخص ها در روز قیامت همراه من هستی اگر آداب خوب داشته باشی. ببینید آداب خوب داشته باشی. ترمذی رحمت الله علیه در سننش از عبدالله ابن مبارک روایت میکند. از عبدالله ابن مبارک پرسیدند که اخلاق حمیده چی معنی دارد؟ بچه خوب چی معنی دارد؟ آدم خوب چی معنی دارد؟ برادرای عزیز، من در یک موعظه اشتراک میکردم، اکنون نام موضوعش نمیگیرم، خیلی دور است از این کولا. دامله ها موعظه میکردن، مردم به عمل صالح دعوت میکردن، میگفتن برادرای عزیز عمل صالح کنین، لیکن شرح نمیدادن عمل صالح چیست. به این خاطر من خواستم وقتی که محبوب ترین شما، نزدیکترین شما به سوی پیغمبر در روز قیامت آدم اخلاق حمیده داشته باشد، فعل خوب داشته باشد، بچه خوب، آدم خوب باشد، پس میخواهم برای شما روشن کنم بچه خوب کیست، آدم خوب کیست. عبدالله ابن مبارک گفتند فی التفسیر عن حسن الخلق، در تفسیر حسن خلق، اخلاقی زیبا را وقتی از او پرسیدند، حضرت گفتند هو طلاقة الوجه و بذل المعروف و کف الاذی. شرح خیلی زیبا دادند، گفتند بچه خوب، اخلاق حمیده، اخلاق خوب معناش این است که همیشه انسان کشاده روی باشد، روی کشاده باشد، ترش روی نباشد. گفته حضرت سعدی مبر حاجت به نزدیک ترش روی که از خوی بدش افسرده گردی. ببین هیچ وقت نزد آدم ترش روی حاجت طلب نکن. آدم خوب، اخلاق خوب این بود است که چهره آدم کشاده هست. ولی ما و شما هم بعض برادرامون را صفت میکنیم که بسیار یک چهره کشاده دارد. دویم حضرت گفتن بذل المعروف، آدم خوب، اخلاق حمیده معناش این است که همیشه کار خوب انجام میدهد، همیشه از پی نیکوکاری هست، همیشه نیک کار است، نیک نیت است. و کف الاذی، دیگر از اخلاق حمیده معناش این بود است که به هیچ بنده خدا آزار نمی داده است، هیچ کس را غم نمی داده است، هیچ کس را دقت نمی داده است، هیچ کس را تحقیر و تهمت و غیبت نمی کرده است.
این از جمله انسانهای خوب به شمار می رود. خوش به حالتان برادر عزیز. اگر شما از جمله اینها باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث هایی که در سنن ابو داود روایت می شود، ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. کسی که اخلاقی خوب دارد، کسی بچه خوب است، کسی شخصی بی آزار است، در نزد پروردگار در نامه اعمالش نویسانده می شده است روز روزدار، شب به نماز. ببین آدم خوب، اخلاقی خوب، آدمی بی آزار، آدمی نیک نیت، در نامه اعمالش چی می نویسانده است خداوند؟ شب در نماز است، روز به روزه هست. حق به جانب حضرت عبدالرحمن جامی است. جان در تن مرد بی ادب لرزان است. جان اینقدر چیز قیمت است. در تن مرد بی ادب لرزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. از بی ادبی کسی به مقصد نرسید، زیرا که ادب تاج سر مردان است. دادر عزیز، خداوند در سوره قلم پاره 29 از قرآن آیت 4 حبیبش واصف میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. صدق الله العظیم. ای محمد، چه اخلاق حمیده داری، چه اخلاق نیکو داری، چه اخلاق حمیده داری، چه رفتار خوب داری. خداوند پیغمبر با اخلاق حمیده وصف میکنه. قرآن آداب دارد، تلاوت قرآن آداب دارد، سلام آداب دارد، خوردن آداب دارد، خواب کردن آداب دارد، نوشیدن آداب دارد، زندگی آداب دارد، دعوت آداب دارد. ببین همه اینا با خود آداب دارد. هم برای همه این در قرآن برنامه های بهترین جای گذاشتگی است. آداب قرآن این است: باید با طهارت باشیم. بی طهارت داشتن قرآن جایز نیست. امام نووی رحمت الله علیه میگوید آداب قرآن این است که از زانو دائم بالا نگه داری، پایان قرآن نگه نداری. سلام آدابش این است که کلانسالها به خردها باید سلام دهند. سلام دادن باید دستی با دست باشد، با کشاده روی باشد. خوردن آدابش این است دست هامان شسته می شود، از نزد خودمان می خوریم، بسیار نمی خوریم. خوراکی که در نزد ما می آرد اگر چنده که مزه و لذت ندارد، نزد خاندان خوراک او را طعنه نمی زنیم. یا اگر کم هم نزد دسترخوانش باشد، برای کم بودن خاندان را مذمت نمی کنیم که بالای دسترخوان چیزی نداری. همه اینا آداب هستند. حبیب خدا گفتند محبوب ترین شما به سوی من، قریب ترین شما به سوی من در روز قیامت کی است؟ آن کسی که بچه خوب است، آن کسی که اخلاق خوب دارد. دادرای عزیز، منم بچه خوب، منم آدم خوب کسی را میگویم که امروز یک برادر مسلمان شا فریب ندهد، حق برادر مسلمان شا نخورد، برادر مسلمان شا در غایب و در حاضر تحقیر و مذمت و غیبت نکند. این از اخلاق نیست، این از آداب نیست.
حتی اینجا یک سوال الحال در دستی من داد، خدا نگهشون دارد، جوان است، به خاطر نماز جمعه مکتب ترک ساخته است آمده است. من چندین بارها گفتم برادر عزیز، همون معلم هم دروغ میگوی، همون هم دروغ است. و من برای شما فتوا داده ایستادم. دادر عزیز، مکتب است، درس است، درس خوان، در مکتبت باش. همون هم عبادت است، خواندن هم عبادت است. برای شما عذر هست شما در همون مکتب اشتراک کنید. همون معلم احترام کردن هم آداب است، درس خواندن هم آداب است. من چندین بار شما رو تأکید کردم. من خودم در مکتب به بهای خوب و اعلا خواندگی هستم. دوست می‌دارم همون جوانی که خوب و اعلا خوان باشد، مکتب خوان باشد. بیرون از مکتب کسی پیش راه شما را نمیگیرد. آمدن نمازتان خواندن گیرید، لیکن ساعتی درسی دادر عزیز، دروغ نگو. دروغ گفتی گناهکار میشوی. اینم از آداب نیست. انشاءالله من جمعه گذشته در پیشگفتار خود بدترین شما به سوی من کین است، دورترین شما به سوی من در روز قیامت کیست، که دوام حدیث من به پرگی خواندم و شرحش جمعه آینده برای شما میکنم. فقط مقصدم از این حدیث این است که برادرای عزیز و گرامی، در برابر این نماز خواندن، در برابر مسجد آمدن، شما همه آداب و باز رعایت کنید. از همه بالا عبادت خدا و عبادت پیغمبر خدا، شناختن پیغمبر خدا، اینم از بالاترین آداب شماست. احترام پدر و مادر، احترام همسایه ها، اینم از جمله آداب هستند. با آداب باشید، یکدیگر را دشنام ندهید، یکدیگرتان را تحقیر نکنید. همه شما فرزند حضرت آدم هستید، همه شما مؤمن هستید. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه دانشجویان دانشکده شهر کولاب از شما، شاید دوشنبه باشد نمیدونم، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. میگویند که حاجی وقتی که با ماشین به کوچه و شهر میگذرد آدمان را سلام نمیدهد. این چی معنی دارد؟ هی نمیدهد گناهکار میشود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا میگوید اولاترین شما در پیشگاه خدا آن کسی است که اول سلام میدهد. اینجا مقصد از حاجی نیست. حال مردم ما بسیارتر مثال همین ملا و حاجی را میارند، غیر اینها را هیچ وقت مثال نمیارند. گویا که فقط گناهکار همین حاجی ها هست و ملا ها هست، تمام. دیگر این خیر خیادی تماما گویا عیب ندارد. این سلام ندادن ای غیر ملا و حاجی هم سر میزند. این برای عام است، برای همه هست. اینش هم شما به نظر گیرین. اون یک کتاب تبلیغ خواندم، آداب تبلیغ، میگوید آمده که یک شخص نشسته نماز میخواند، در حال او را سیاست نکن که چرا نشسته نماز خوانده ایستاده ای. اول پرس کنی همون شاید پاهاش درمنده است، شاید فشار خون دارد، شاید نفهمد که همین راز خواندن فرض است، مثلا یکون عذر دارد. بعد آن که سخنهای را شنیدی بعد به سر خلاصه بیا، یکی یک باره بالای او حجوم نکن. مثلا این حاجی که سلام تا نداده است، شاید بیچاره فکرش پریشان بود، یا شاید ماشین چیزی هست که دیگر هر کس سلام دادی آقی تای راه را هم از میدانه نخیر، در یک شکری میزند، یک غیرا بیراه میشود. و این خاطر این عذر نیست دادر عزیز. اگر دیده و دانسته سلام ندهد،
اینش معلوم است ممکن است جهت یگان نادانیش باشد، نافهمی باشد، تکبریش باشد، انشاءالله اصلاح می شود. لیکن سلام همه ما و شما باید دهیم. سلام ایو الاسلام خیرون، ابو موسی اشعری را حدیثش است، از پیغمبر خدا پرسیدند کدام اسلام بهترین است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. ببین بهترین اسلام این است که کسی را طعام میدهی یا کسی را شناسی نشناسی باید سلام دهی. کسی را میشناسی نمیشناسی باید سلام دهی. اگه امروز روزگار و این جمعیت و این شرایط ما و شما را، بعضی از ما و شما را وادار کرده است که یک شخصی که کمتر شرایطش میرسد، دسترس از پول داره، منصب داره، فلان و فلان است، سلامش میتین. آدمای فقیر و بیچاره و ناتوان و بیکسه کسی سلام نمیدهد، پرواش هم ندارد، لیکن گناهکار میشود. حبیب خدا گفته این سال است کسی را میشناسی نمیشناسی، کسی از دستش کار می آید نمی آید، باید شما سلام دهید. سلام این قرض است. آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد، آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمیتوانید، با زبانتان خوانده میتوانید، چه در منزلگاه باشد، چه در مثال قد راه باشد، چه در داخل ماشین باشید، چه برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید، جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید. لیکن همیشه پای به طهارت گشتن این خیلی افضل و بهتر است، نه به خاطر نماز. از همین خانه بیرون شدیم پای به طهارت باشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمی کنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمی رسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چه با مکتوب باشد، چه با طریق اینترنت باشد، چه با طریق تلفن باشد، چه با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی را برای زن من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نابسته از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد، طلاق واقع میشود. السلام علیکم ای دوست خدا اکای حاجی میرزا، ما برای شما 2 سوال داریم. دختر سرمه یا پودره یا دیگر نمودها را استفاده برد، آیا ممکن است؟ میگن که سرمه کشیدن گناهی سخت است. نه، گناه نیست. برای خواهرای ما و شما سرمه کشیدن، اسمه کشیدن اینها جایز هستند. خدا رحمت کند یوسف قرضاوی را برای زنهای شوهردار میگوید اگر همه آن نمود داروهایی که امروز هست، چه از پودره و چه از لب سرخکنک و چه از تمام دیگرهایی که دارند استفاده برند تا که در نزد شوهرهاشان باز زیباتر نمایان شوند، جایز گفتند، مثلا برای شوهرها. لیکن برای کوچه، برای مردهای بیگانه این البته حرام است. حتی خوشبویی را زدن برای زن که در قد کوچه مردهای بیگانه از بوی خوش من استفاده برند، اینم حرام است، اینم جایز نیست.
برای شوهر درست است. پیش شوهرش هر چی میکند برای او درست است. هر نمود زیبایی را میخواهد استفاده برد. و سرمه را حتی برای مردها هم مالیدنش سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در چشمهاش سرمه میمالیدند. این طبابتی است. این برای بهبودی چشم است. و این خالی در مکه شما روین، در مکه، در مدینه، حتی که در داخل چشمهاشون میمالند برای افزایش، برای که همین چشمها پرده نگیرد. ولی بسیاری چشمها پرده میگیرند. انمونا میگویند که همین برای پیشگیری پرده است، پرده نمیگیرد چشم. در مردم ما در سرمه کنی همه میخندند، میگه این سال چی فعل است گفتن. در خارج همه مردها حتی فرزندکاشون در دستشون در چشمای میده میده هم بچکایی که دارن سرمه میمالند. این به خاطر شفا هست. این به خاطر هست که در توصیه های پیغمبر خدا وجود دارد. خب دویم سوال از قفای ملایی که زنش را سر داد بازگشته گرفته است. از قفای همین خیل ملا نماز خواندن درست است یا نه؟ التماس همین جمعه جواب گویید. شرط و ضرور است. خدا نگهبانتان باشد. بله درست است دادار عزیز. اگر همون ملایی که زن سر داده است باز گرفته است، خب یا سر داده است نگرفته است، هر رنگش که نباشد، از پسش نماز خوانین درست است. زیرا که انس ابن مالک یا عبدالله بچه حضرت عمر از پس حجاج ابن یوسف ثقفی نماز خواندند. این عقیده تحویه دا میگذارد. عقیده تحویه که خیلی کتاب مشهور است، این نزد من هست همون کتاب. همین عقیده تحویه که روی عالم اینو میخواند، در تمام یونیورسیته های اسلامی روی دنیا این عقیده تحویه را میخوانند. خدا رحمت کند. باز پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. تمام دنیا میخوانند. تمام دنیا. در همین جا ذکر می شود که از پس حجاج فرزند یوسف ثقفی که ظالم بود فاسق بود. ببینین هم ظالم بود و هم فاسق بود، لیکن مسلمان بود. از پسش بچه حضرت عمر نماز خواندگی هست. و این خاطر اکو این ملا با یک زن سر دادن نه فاسق شده است نه ظالم شده است. یگان عیب داشت، یگان کمبود داشت، یگان چیزی بود، خیلی خودشان میدانند زندگیشان. سر داده و پس گرفته باشد یا نگرفته باشد، هم ملا باشد علم دارد، از پسش نمازتان خواندن گیرد، هیچ زلال زیان ندارد. اینجا در یک برادر من سوال کرده است. الحال این سوال نو در دستمان دادن در کوچه. بسیار بچه خوب بوده است، بسیار بچه با فهم و لیکن به علم. بچه که خوب، بچه که ناز با آداب و علم ندارد. عجیب سوالی میدهد، علم نیست. میگه بابای داملا من میتوانم که مذهب امام ابو حنیفه را ترک کنم، امام شافعی را قبول کنم. و برای تو بهترش همین مذهب است، همین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. برای چه الحال من همین ببین همین تحاوی را برای چی صفت کردم؟ همین حضرت اول در مذهب امام شافعی بود، گشت از مذهب امام شافعی و مذهب امام ابو حنیفه. در برابر یک شبه عبادت حضرت امام ابو حنیفه ایستادگری کردن نمیتونیم و خودمان به خود از قسم خجالت میشماریم که حضرت چه عبادت های زیبا کردند، چه غمخواری ها کردند. حالا کتاب دارم، پیرو سنت نام کتاب است. حضرت امام ابو حنیفه را سخنش میارد که حضرت امام ابو حنیفه گفت لعنت بر آن کسی که در فتوای خود آیت و حدیث دلیل نمی کند. ببینین حضرت امام ابو حنیفه لعنت بر آن کسی، لعنت خدا بر آن کسی که در حالت فتوا دادن آیت و حدیث استفاده نمی برد. معنا چیه؟ معنا این است که همه آن چیزی که
حضرت برای ما و شما تیار کرده گذاشتند، همگیش معنای آیت و احادیث های رسول اکرم است. برادرای عزیز، پیرو مذهب باشید، از مذهب اصلا بیرون نشوید، اصلا بیرون نشوید. از مذهب کسانی بیرون شوند که مجتهدند، علم دارند، تمام سیحای سیطه را از یاد میدانند، تفسیر را از یاد میدانند، هم قرآن حافظ قرآنند. همین مجتهدایی که وجود دارند همش هم حافظ قرآنند، هم سیحای سیطه را، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، ترمذی، همه اینا حفظ میدانستند. ولی شما را ما پرسیم یک متن حدیث نمیدونی، یک متن حدیث اکا همه تا در نظر ندارم، انشاءالله اینجا هست بچه های بفهم. اکثریت شما یک پاره قرآن از یاد نمیدونید، قرآن خوانده نمیتونید. بازم این چی میخواهیم؟ از این مذهب برای ما مذهب دیگر. چرا برای مذهب دیگر میدروید؟ این مذهب امام ابو حنیفه را یک بزرگی دیگرش همین از دادار عزیز، این نشانه آرامی در همین جمهوری ما و شما هست. باور کنین داداران، نشانه آرامی الحمدلله امروز در تاجیکستان ما آرامی حکم فرماست. به قدر آرامی حالی شما زمانی میرسین که وقتی دواده و پران پران میبینید. دیدیم که واقعی احواتون چگونه بود، عبادتون چگونه بود، فهمیشتون چگونه بود. یک شب 2 ساعت سوید ندهد چقدر نارامین، یک ساعت آب ندهد اینقدر شما بی‌ضابطه میشین، قوت اینقدر کشاکش شما ندارید. و این خاطر من همه شما را دادار عزیز، نصیحتی من به خدا قسم از تحت دل برای شما میگویم، مذهب این رویشی که حضرت امام ابو حنیفه ما و شما داریم همگیش معنای آیات و احادیث رسول اکرم است. خود حضرت گفتند مذهب من حدیث صحیح است. خود حضرت گفتند اگر سخن من در کتاب خدا احادیث رسول اکرم نیافتید به دیوار زده پرچه پرچه کنید. از این خاطر ما پیرو مذهب هستیم. ما همین مذهبی که برای خود اختیار کردیم هیچ نقص و کمبودیش ندیدیم. فریفته نشین دادار عزیز، فریفته نشوین. چیزی برای شما لازم است از کدام مسئله نباشد از من پرسید، از غیر من پرسید، برای شما جواب ها وجود دارد، جواب میگوییم. لیکن به خاطر همین آرامی که داریم بهترین نعمت است به خدا از دست ندهیم. هر گونه جریان ها امروز برآمدند، هر گونه، شیعه هم هست، تحریرش هم هست، نصرانیش هم هست، زردشتیش هم هست، احمدیهش هم هست. ببین چی خوبی میارن امینا، چی خوبی میارن. اگر ما در همین مذهب خودمان رفتن گیریم، آن چیزی که من برای شما میگویم، من آدم مذهبی تا امروز بین شما شاید 6 سال یا 7 سال شد موعظه میکنم. یعنی یکی از شما بلند شوین گوین که حاجی در همونجا فلانجا تو نادرست بیان کردی. ما میتونیم با طریق مذهب در اسلام خدمت کردن بگیریم، هیچ جای غلطش نیست داره. در مذهب بودن این نشانه یگان نادانی و نافهمی شما را نشان نمیده. به خاطر آرامی همیشه دعا کنید خدا این آرامی را از بالای ما و شما دور نکنه، زیرا ما قوت اینها را نداریم داره. بسیاری چیزهای خوب از دست ما و شما میرن. ولی امروز اینا برادرها داریم خیلی آمینی بلند میگن، دستای بالای سینه دارن، پاهای در کشاد دارن، خیلی در برابر همین مردم چی در کار همین عمل ها چی حاجت است؟ من دانم که شما با گفتن ترک آمین گناهگار میشین. این میکروفون به خدا قسم هیچ وقت صداش خاموش نمیماند. من برای شما میگم که هم از آمین بلند که گناهگار میشین، لیکن میدانم گناهگار نمیشین. آمین بلند منم گفتم، مقصد چی گفتم؟ سنت است، در سنت بودن من هیچ شک ندارم،
لیکن به معنای آن که نگفتنش هم سنت است، پس گفتنش هم سنت است و اختلاف و نافهمی ها را در بین ما و شما پیدا نمی کند. به همین خاطر من میگم ترکش کنیم برادر عزیز. اینجا یک برادر دیگر، دو برادر از دوشنبه مهمان آمدن، از من یک سوال دیگر کردن که السلام علیکم داملای محترم، بزنم گفتن که اگر تو را خانه پدر و مادرت برم تو به من یک طلاق، آیا راه دارد که او را خانه پدرش برم؟ خیلی همین قدرت نداری؟ یا همین چی حاجت است که اگر تو را من خانه پدرت برم تو یک طلاق؟ چی حاجت است؟ تو گناهگار میکنی خودت. خانه پدر مادر رفتن این زن در کار و لازم است و در اسلام نه آمده است یگان عباره و یگان آیت قرآن و یگان احادیث رسول اکرم که وقتی که زنهای شما شوهر کردن خانه پدر مادر نبرینشان، نه آمده است این. وایم پدر است وایم مادر است. برعکس شما توانین بعضا یا که دعای پدر و مادر تانا میگیرین دعای خسور و خوشتامن هم بگیرین. وایم کلان سالای شما هستن. به این خاطر راهش این است دادر عزیز، اگر گفته باشی که اگر خانه پدر و مادرت برم یک طلاقی، یکم اینه که وقتی که اگر بردی یک طلاق می شود باز نکاح کده میگیری. دویم صورتش این است که خودت نمیبری دیگر آدم میگه خانه پدر و مادرش میبرد طلاق نمی شود. زیرا که تو در سخنرانی گفتی که اگر خانه پدر و مادرت برم تو یک طلاق. مقصد تو نبرش دیگر آدم بگو یک آدم نزدیک یک آدم محرم همونه گرفته برای خانه پدر و مادرش طلاق نمی شود. اگر تو بریش طلاق می شود. شرطش همین است. خب السلام علیکم داملای عزیز، یک مسئله بسیار مهم هست. ما از دوشنبه آمدیم همین جمعه جواب گوییم. یک ظرف شیشگی را از مغازه در وقتی به دست گرفتن و تماشا کردن ناگهان از دستم افتید و شکست و مبلغ این ظرف 300 سامانی بود. او مرا تاواندار کرد. باز او حاجی است. این درست است یا نه؟ یعنی برادر کدام دکانی در آمده است، کدام برادر حاجی سوداگر بوده است. اینا از دوشنبه بچه آمدگی هستند، سوال داده ایستادند. مقصد این مبلغ 300 سامان خیلی مبلغ کلان است. از دست من ناگهان افتید، شکست، ما را تواندار کرد. همینجا حق جانب کی؟ برادر عزیز و گرامی، اگر همین ظرفی که شما در دست گرفتین و از دست شما افتید، اگر با رضاگی خود اگر دکاندار گرفته باشید شما تاوان نمیتین. اگر اجازت از دکاندار گرفته باشین که ممکن است همین ما یک نظر کنم، اگر گوید ممکن است تو برداشتی و از دست تو افتید و شکست، اینجا اسلام تو را تاواندار نمیکنه. لیکن اگر نپرسیده تو برداشته و اگر تماشا کردی و افتید، اینجا تو تاوان میدی. چند مبلغ باشد اون بر ذمه توست. زیرا به اجازت نزدیک شدن به مال یک آدم درست نیست. حاجی درست کرده است 300 سوم برده تیه دادتش. دویم، اگر باشد که به اجازت گرفته باشید، ورقهای قرآن را که تماما خواندنشان ناممکن است، چی باید کرد؟ بعضی ورقهای قرآنی هست که مقصد ریختگی هستند، دیگر هیچ خواندن نمی شود، مقصد پوسیدگی هستند. اینها را در کتابهای مسئله میارد که مثل قبر کنین، مقصد میدهک میکنین مقدار همون چقدر کاغذی که هست، حتی لحد هم کنید میگوید، برای خاطر احترام این ورقهای قرآن. و در همونجا میگه گذارید زیر خاکش کنید، نه سوزانید که گناهگار میشوید. سوزاندن جایز نیست.
فقط گرانید، این حالت را شما ثواب میگیرید. سوم، مسئله ریختن خون از کافر را در مسلمان یا از مرد را در زن یا زن را در مرد چه خیلی است؟ درست است؟ خون آدم کافر را در مسلمان میریزند یا از مسلمان در کافر میریزند، یا خون مرد در زن یا زن در مرد میریزند. ولی خونریزی هست که واقع در بیمارخانه وقتی که همین خدا رحمت کند محمد شفیع رحمت الله علیه همین یک بار چشمم افتیدگی بود در فتاوای محمودی میارد که ضرورت باشد درست است. مثلا ضرورتش همین است که وقتی که ما احتیاج به خون داریم و خون ما به خون همون آدم کافر است یا به زن است، خواه محرم است یا غیر محرم است، وقتی با خون همون اگر موافق باشد ریزن باکی ندارد، هیچ زلال زیان ندارد. لیکن اینجا یک نازکی دارد، آدمی که خون میدهد قیمت خون گرفتن حرام است. امروز اکنون ضرورت است در بیمارخانه که میفروشند، اونا ضرورتن، اونا مبلغ هم گیرن میلش. لیکن وقتی من برای یک برادر خون حاجت می شود و برده 100 گرم یا 200 گرم خون ما 10 سامان یا 20 سامان می دهم، همین سوم برای من حرام است، زیرا خون خودش حرام است، پیدایش پولی هم حرام است. انا این مسئله هم شما فراموش نکنید. کمک میکنید یک برادر را با خونتان، میلش به مبلغ یاردمش کنید، جایز است. خب چهارم سوال شما، از بدن حیوان چی چیز حرام است؟ حیوان های حلال، این حیوان هایی که میخوریم، مثال گوشت اونها را، چه از گوشت گاو باشد چه از گوشت گوسفند باشد، خب از بدن همین ها چی چیزها حرام هستند؟ یکم اگر یادتان باشد من یک بار از کتاب مسئله فتاوای عالمگیریه برای شما اینه گفته بودم، شاید یادتان نمانده باشد، خیلی وقت گذشت. یکم خون مک، خونی که در حالت گردن حیوان میبرند، همون خونی که از بدن اون میپرد، در بدن هم زند به نماز است، خوردنش هم چه هست؟ خوردنش هم حرام است. خون مک، غیر خون مک وقتی که ما گوشت ریزه میکنیم، دیگر خونهایی که از او در بدن ما میپرد، اما اون خون بدن ما را بی نماز نمیکند، لیکن خون مک بی نماز میکند. دوم چیزی که حرام است حالت تناسلی است. خب نرینه باشد گاو آلتی او را خوردن، اگر ماده هم باشد گاو آلت تناسلی گاوی مادر هم خوردن حرام. سه، یکم خون مک است، دویم آلت تناسلی از مثال حیوانی نر، سوم از حیوانی مادر خوردن، چهارم خب تخمهای از حیوانی نر، مایه میگه ما و شما، اونها را خوردن از جمله مکروه تحریمی است. در بازارها ولی فرمایش میتن با بعضی آدما که برای ما جمع کن، میخرد میبرد میخورد، نمیدونیم به خاطر چی هست. بعضی ها میگویند که مرد را بسیار به قوت میکند، و خدا که به قوت نکنه به خوردن او تو چی قوت میگیری؟ عجیب آدمای ساده هستیم. اینقدر گوشت حلال ماندگی، دل جگری اون ماندگی، آخی گوشت های زیبای وجود اون ماندگی، آخی عسل، این گوشت مرغ و هزارها نمود چیزهای هست که آدم قوت میبخشد. اینا را در کتاب مکروه تحریمی میگویند، حرام است.
دیگر مثانه میگویند، شاشدان، جایی که پیشاب جمع می شود. خچک میگیم ما و شما، اونش هم حرام است. دیگر تلخه حیوان هم خوردن حرام است. دیگر غدک میگیم، غدک هایی که در حیوان است، اینها از جمله حرام کرده ها هستند. اینها در نزدیک نشویم. دیگر آنچه که در او هست خورینی چی باقی نداره. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یک جوره داریم. اینجا یک سوال درباره همین بعضی بچه هایی که مثلا بیراگردی میکنن، درباره همینها هم یکان صحبتی داشته باشین که گویم هم صاحب نمازن و هم صاحب همین مسجد می آین و هم موعظه گوش میکنن. در برابر این باز به دخترهای مردم داده گریفت دارن. حاجی گفته باز تاکید کردن که ما در اطراف این چند بارها صحبت کردیم. دادار عزیز گفتیم از این کار بدم دور ایستید. این یگان شأن و شرف نیست، این یگان بزرگی شما را نشان میدهد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من یک نفر از مخلصان دائمی شما شکر الله میکنم که چنین عالمی با عمل در منطقه کلاب و ما عطا کرد و من یک مشکلات مهمی پیش آمده است. تنها خداوند بزرگ این مشکلاتی من را آسان میگرداند. این روز که روز اجابت دعا هست، التماس با همراهی قوم دعا کنید که الله مهربان مرا از این مشکلات خلاص گرداند. خداوند دائما نگهبان شما باد. با احترام مخلصی دائمی شما، خدای مهربان. مشکلات این بنده ای که از این قوم دعا خواستن، خداوند مشکلات چه رفت بگردانی و دور بگردانی و همه کاراش در خدا کشایش نصیب گردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، بعد السلام، صحتی و سلامتی شما را خواهانم. از شما خواهش میکنم که با سوالهای من با پرروی جواب گویید. میگویند که گلستروک بستن ممکن نیست، عقیده شما در این باره چیست؟ این جایز است دادار عزیز. کدامید گلستروک میبندی، کدامید نمیبندی؟ با گلستروک نماز میخوانی، بی گلستروک نماز میخوانی، عبادت در پیش خدا قبول است. این گلستروک داختن، این مثال گلستروک استفاده بردن، این اگان نشانه گناه نیست دادار عزیز. و نمیدونم به خاطر چی همین بسیار در بسیار جایها میگن که با گلستروک نماز نخوانی. این چی سبب دارد هیچ کس نمیداند. بعضی ها میگن که گویا که این توق لعنت باشد، حالا که کسی نمیداند که توق لعنت چیل بود. این توق لعنت چیزی نیست برادر عزیز. این توق لعنت یگان بند و یگان چیزی نبود که در گردن شیطان زده باشد. توق لعنت معنای رانده شدن او از جمعیت ملائک بود، از آسمان بود. رانده شدن او را معنی میدهد. اون یگان چیز در گردن شیطان آمده در آمدگی نیست. و این خاطر گلستروک انداختن هم این یکی از زیباگی است. زیبا است آدم وقتی گلستروک استفاده میبرد، این هم یکی از لباس های زیبا به شمار میرود. و این خاطر گلستروک شد داختن گیرد با که ندارد. سلام داملای شیرین سخن حاجی مرزا، با سوال من جواب گویید. امید آخری من شما هستید. من یک نفر زن، همگی 19 سال دارم. بسیار در عذابم. پدر من 10 ماه می شود که با من قهری است. برای گوش کردن امر معروف مرا گفت که از خانه برآمده رو، با این کسی تحاید. من باشم سطر کردم، از سطر من نارضا هست. کی گناهگار است؟ کی گناهگار است؟ در آخر در حق من دعا کنید که پدری نارضای من از من رضا شود، در نمازهای جمعه شما اشتراک دارد.
چراغ دارد. ای خدا خیرش دهد این پدره. اینجا می آید خودش امر معروف گوش میکند، برای خودش درست، برای دخترش امر معروف گوش کند، چی جای نادرستی است؟ یا اگر دختری او رویمال اندازد و دختری او بدنش برای مردهای بیگانه نمایان نکند، چی جای گناه است؟ من حیران میشم در این خیل، در همین خیل عمل آدم نمیدونی باور که چی جواب گویی. وقتی که خودی وی نماز میخواند، وقتی خودی وی مسجد می آید، وقتی که این دعوای مسلمانی و ایمانی دارد، این جای تعجب است. باور کنید حیرت میشه از انسان که انسان را نگذاریم که کسی تا گوش کند که در او امر معروف است. گوش اندازیم، چه بچه ها ما باشد، چه دختر ها ما باشد، هر چیزی که باشد برای فایده جان ما و شما، هر چیزی باشد برای فایده آخرت ما و شما اونها را استفاده بریم. هیچ وقت از این قفامانی نکنید. پدر گناهگار است البته، خدا قدری بلندش داده است، شرف بلندش داده است، لیکن خواهر عزیز شما احترام از او کنده نکنید، شما احترامش کنید به خاطر پدر بودن. لیکن از کسی گوش کردن هیچ وقت دور نیستید، یا از رویمال انداختن، بدنتان نمایان نکردن هیچ وقت دور نیستید. همیشه با ستر و با حجاب باشید، همیشه با حیا باشید، همیشه خدا ترس باشید. این امروز ببین حیران میشه برادر عزیز، امروز جوانا را وقتی نیتی زنگیری میشوند، ببین همه اونها جستجو میکنن که کجای یک زنی باشد که زنی با ترتیب باشد، زنی با معنی باشد، بعد رفتن نکاح کده میگیرن. وقتی دختری ما صاحب رویمال باشد، صاحب لباسهایی باشد که مردم بدن او را ندیدند، این خیل دختر با خوش خرید است، در او بروقتر با برای او یگان شخص پیدا میشد، او را در نکاحش میدرارد. وقتی او را اگر ما در نمایش براریم، وقتی او بی ترتیب شود، بی معنی شود، خود کوچگر شود، و خواهی باز در خانه درد سر ما و شما می شود. برای ما و شما با مشکلات و نافهمی ها را در خانه برپا می کند. او یک برادر گفت، داملا گفت در خانه دو تا خواهر دارم یا دو تا اپه دارم، از دست اونها زن گرفتن نمیتونم. مقصد کسی اونها را خریداری هم نمیکند، کسی برای نکاح اونها طرف خانه ما نمی آیند. به خاطر چی؟ به خاطر گناه بیراگرد هستند، لیکن نمیگذارند که همین دادرش هم زندگی خوب به سر برد. دائم در اون خانه جنگ و جوش وجود دارد. این همه این به سبب چیست؟ به سبب که این دخترها بی ترتیب و بی معنی هستند. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، من مخلص دائمی شما هستم و با شما یک چند سوال داشتم، میخواهم در همین جمعه جواب شما گردانید. یکم، آدم نمازخوان اینجا یک کردار یاد کرده است، یک عملی ناخوب یاد کرده است، اگر در همون مبتلا باشد نمازش قبول می شود یا نمی شود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. برادر عزیز، مؤمنها نجات یافت وقتی که در نماز خشوع داشته باشند، نماز خوان او در برابر او با این عملهای ناسزایی که در اسلام حکم اونها حرام است، وقتی تو نزدیک میشوی یقینا دان که نماز تو در پیشگاه خداوند هیچ پاداش اجر ندارد.
وقتی نماز آدم از کار فحش و فحشایی باز نداشت، معلوم میشه که این نماز از برای خدا نیست. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر خدا اعلان کرده. شما اگر صاحب نماز شوید، خدا شما را از راههای بد باز می‌دارد. لیکن وقتی آدم هم نماز خواند و هم زنا کند، هم نماز خواند و هم حق یک برادر مسلمان شخورد، هم نماز خواند و هم در تهمت باشد، هم نماز خواند و هم در برابرش عرق نوشی کند، یقینا که نماز این از برای خدا نیست. این نماز از برای خدا نیست. در نماز میخوانیم، در برابر نماز تمام دیگر عملها را اجرا کنیم. با یک نماز ما و شما با اون قوله های بلند نمیرسیم. آدمی که نماز نمیخواند لکن خدا را میشناسد، او را کافر گفتن درست است یا نادرست؟ نه، نادرست است. اگر آدمی که نماز نخواند لیکن خدا را شناسد، مقصد در بزرگی خدا قائل است، میگوید که خدا یک و یگانه است، رسول او محمد برحق است، لیکن نماز نمیخواند، این در اسلام حکم به کفر نمیدهند و یک کافر نمیگویند، فقط مرتکب گناه کبیره میگویند. یعنی گناه های کبیره است، از جمله نماز نخواندن این گناه کبیره است. وقتی نمیخواند او را کافر نمیگویند، بلکه گناهگار میگویند و گناهگار است. کافر شخصی را میگویند که اگر نماز انکار میکند یا نماز افسانه میشمارد یا روزه یا زکات یا حج اینها را مسخره میکند و اینها را از جمله عبادت هم نمیشمارد، یا اینکه وجود خداوند را انکار میسازد. اعوذ بالله. اما این کسا در اسلام حکم به کفر میدهند. سوم، در دست چله نقره داختن درست است یا نه؟ سوال از ناحیه واسطه بوده است. چله نقره استفاده بردن سنت است. یعنی کسی چله نقره می اندازد در دست، میلش درست است. اینم از سنت های پیغمبرم به شمار می رود و در چله پیغمبر خدا هم چله داشتند که بعد سر پیغمبر خدا در دست ابوبکر بود، بعد ابوبکر حضرت عمر گرفتند، بعد حضرت عمر که پیغمبر خدا گفته بود که عثمان وقتی این چله که از دست تو گم شد، آشوب فتنه ها سر می شود. چله در دست حضرت عثمان بود، در چاه عریس افتید و هر چی کافتن دیگر نیافتنش. چله حضرت رسول اکرم بود، میگوید بالاش نقش داشت محمد رسول الله، نقش بالای چله پیغمبر. حضرت عمر هم یک چله داشتن، خدا رحمت جان کند. حضرت چه حیبت داشتن، چه وقار داشتن. باز در بالای همون چله شان نویسانده بود کفا بالموت واعظا، ای عمر برای تو مرگ خودش موعظه هست. بالای چله حضرت عمر بودن. به این خاطر چله انداختن اگر نقره باشد درست است، لیکن چله طلا، چله آهن، چله میز اینا حرام هستند برای مردها. چه ساعت، چه چله، چه گردنبند، چیزی که از طلا باشد برای مرد استفادهش ناجایز است. دندان طلا را خدا رحمت شان کند امروز
در کتاب